شنل قرمزی. روزی و روزگاری در یک دهکده کوچک دختر کوچولویی بود که همه دوستش داشتند. او در قلب مردم جا داشت. یه روز مادر شنل قرمزی به او گفت: دخترم، مادر بزرگت سرما خورده. به دیدن او برو و یک شیشه آب پرتقال با چند تا کلوچه براش ببر. بعد هم سفارش کرد: حواستو جمع کن، توی راه بازیگوشی نکن، از جاده دور نشو، با غریبه ها هم حرف نزن. او تازه به جنگل پا گذاشته بود که یک گرگ بدریخت به طرفش اومد و گفت: کجا با این عجله؟ شنل قرمزی خندید و جواب داد: پیش مادر بزرگ، آخه اون مریض شده. وقتی شنل قرمزی مشغول گل چیدن بود، گرگ با عجله به طرف خونه مادر بزرگ به راه افتاد. گرگ خیلی زود به در خونه مادر بزرگ رسید. تق تق. گرگ با صدایی مثل صدای دختر بچه ها گفت: منم، شنل قرمزی. مادر بزرگ در را باز کرد، اما یک دفعه چشمش به گرگ افتاد که با چشمهای تیز و براقش به او نگاه میکرد. الان تو رو درسته قورت میدم. گرگ گرسنه اینو گفت و مادر بزرگ رو یک لقمه کرد و خورد. بعد یکی از لباسای خواب اونو پوشید، زود توی رخت خواب جست زد و منتظر شنل قرمزی شد. صدای در بلند شد. تق تق. گرگ با صدای مهربونی که همه رو گول میزد گفت: بیا تو. شنل قرمزی داخل کلبه شد و پرسید: چطورید مادر بزرگ؟ حالتون بهتر شده؟ گرگ این بار با صدای کلفت و عجیبی گفت: آه دخترم، بالاخره آمدی، منتظرت بودم. شنل قرمزی گفت: وای مادر بزرگ، صداتون بدجوری خرابه. گلو درد دارم عزیزم. وای مادر بزرگ، چه چشمای بزرگی دارید. چه بهتر عزیزم، چون با اونا صورت زیبای تو رو بهتر تماشا میکنم. وای مادر بزرگ، چه دهن بزرگی داری. چه بهتر عزیزم، چون با اون تو رو بهتر میخورم. کمک! صدای بلند خرخر گرگ توی جنگل پیچید و به گوش یک شکارچی رسید. مرد شکارچی یک قیچی تیز آورد. با اون شکم گرگ رو خرچ خرچ برید و باز کرد. یک دفعه شنل قرمزی و مادر بزرگش بیرون پریدن. هر دو با هم گفتن: آه آقای شکارچی، خیلی ممنون که ما رو نجات دادی. همه از مردن گرگ خوشحال شدند. حال مادر بزرگ کم کم خوب شد. اونا با کلوچه و آب پرتقالی که شنل قرمزی از خونه آورده بود یه جشن کوچیکی به راه انداختن. یه وقت برگشتن به خونه رسید. مادر بزرگ سفارش کرد: شنل قرمزی، یک راست به خونه برگرد.
توی راه بازی گوشی نکن. از جاده دور نشو. با غریبه ها هم حرف نزن. شنل قرمزی گفت چشم مادر بزرگ.